سلام. حالتون چطور رفقا؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با محمد بلوجک. چطوری؟ سلامتی. سلام کن به بچه‌های توی خونه که بریم سراغ برنامه‌مون. بریم بستنی بخوریم. بریم بستنی. منم مثل خودم شکمو شدید. ای شکمو. چه شکمو داری؟ امروز اومدی بستنی بخوری ها. آره. خب بچه برنامه امروز چیه؟ برنامه امروز اینه که یه داور داریم که باید آقا چند مدل بستنی بیاریم اینجا. بستنی‌هایی که خریداری کردیم توی این لیست هست ولی فعلا توی یخچاله. آره که آب نشه. داخل یخچاله. و نظر داورم میره توی این پاکتنامه. خوشگله؟ آره. میره توی این پاکتنامه و در آخر ببینیم که کی میتونه نظر داور رو تشخیص بده و بگه که داور کدوم انتخاب کرده. هر کی درست گفت میتونه اون بستنی که دوست داره رو کامل بخوره. قبوله؟ آره. ما اینجا 8 تا بستنی داریم. بستنی اولی آدامسی کاله، بستنی دومی هم که توت فرنگی میهن، بستنی سوم تیرامیسو. من یه اسنامینافونه. بستنی قهوه است فکر کنم. این که همون بستنی کیم میهنه دیگه. بستنی کیم میهنه که همه میشناسیدش. بعدی گز بستنیه که محمد فکر کنم خیلی اینو دوست داشته باشه. این من خیلی دوست دارم. این یکی کیک بستنیه. بعدیش بستنیه ویفرنا زعفرانیه. بعدیش موزیه، توش موزه بچه ها. اینجاش اگه نها کنید توش موزه. خب بستنی اول محمد بستنی ویفرنا زعفرانی میهنه. اینو ما تو بچگی خیلی میخوردیم. همیشه مامانمون میگفت که این بستنی چون نونیه بیشتر برای بدن ضرر نداره، برای بچه بهتره. برای همین ما تو بچگی همون زیاد خوردیم ولی محمد کمتر خورده. محمد بیشتر بستنی های چوبی میخورده. درسته؟ آره. خب این یه تیکه برای محمد، این یه تیکه هم برای من، چون تسته. فقط باید ببینیم که مزهش چطوره. محمد یه دونه رو بردار. خب اینو از اونجایی که من خیلی خوردم میدونم مزهش چطوره ولی یه بار دیگه هم تستش میکنیم، ضرر نداره. مزهش چطور بود؟ خوشمزه بود. مزه زعفرون رو حس کردی یا نه؟ آره. به نظرت داور اینو میتونه انتخاب کنه؟ آره. خوشش میاد از این؟ آره. بین اون همه گز بستنی و اینا به نظرت اینو انتخاب میکنه؟ آره. خب این یکیش ظاهرا بیشتر داور رو میشناسه و میگه که 100% داور اینو انتخاب میکنه. خب ولی 1 تا 10 به این بستنی چند میدی؟ 10. یعنی 10 رو میدی؟ آره. من 8 رو میدم ولی محمد 10 رو میده. محمد باختی ولی اینو، چون مزه زعفرونش خیلی کمه. نه حتما که با مزه زعفرونش خوشمزه نیست. چی؟ میگم حتما که با مزه زعفرونش خوشمزه. یعنی باشه خوشمزه از دیگه، با مزه زعفرون تو فرنگیش مهم نیست. نه. بستنی نظر محمد ببین، نظر یه آدم شکمو در مورد بستنی ها. عدی کیک بستنی رو میاره. چرا فوکوس نمیکنه؟ ظاهرا محمد هم با مادرای قدیم همسلیقه است رو فکر میکنه کیک یا نونی مثلا دور بستنی باشه بستنی قوی تره، این مقوی تره. بریم سراغ بستنی. من فکر مقویش نمی کنم، فکر مزهش میکنم. هر کدوم خوشمزه تره داره میاره. ببین من امروز میبازم، یعنی آدم شکمون رو نمیشه برد. خب اینم خوشمزه است، نمونه خوشمزه است. یعنی این بهتر یا اون؟ هر دوتاش خیلی خوشمزه است. کلا فکر کنم بستنی و همه رو میگه خوشمزه است. بدمزه نداری تو بستنی ها برای تو ها؟ نه فقط بستنی توت فرنگی. چند رو میدی؟ از 1 تا 10 چند میدی؟ اینو دیگه 10 نگو دیگه. خیلی خوشمزه است، من 10 رو حساب میکنم. فقط توت فرنگی دوست ندارم دیگه. این خوشمزه بود. این با اینکه وانیلی بود ولی بازم من 9 میدم. من 10 باز نمیخوای نظرتو عوض کنی در مورد این؟ نه میبازی یا این داور 10 بهش نمیده. میبازی یا مطمئنی؟ آره. اینو
غذای دیگه اصلا نخوردم تا حالا. آوردنش بستنی موزی رو که توش موزه موز بگیرش دیگه. بستنی میرکس میهن، فکر کنم بستنی معجون باشه. بستنی معجون شکلش هم شبیه موزه. بابا موز بخوریم الان. چاقو کجاست؟ چاقو دست صورتیه. بستنی هم داخلش موز باشه هم شکلش مثل موز باشه دیگه. من این واقعا توش موزه. یه تیکش بردار. نه این خوشمزه نبود، اینو صفر میدم. موزیه. خوشمزه نیست. خیلی خوب بود. نبود؟ نه این یک. من یکی بخورم. بچه من تو رژیم هم البته. یه خورده بالاتر بده. این خوب بود، خوشمزه بود. نه اصلا خوشمزه نیست، درد نمیخوره اصلا. یک بدم؟ آره یک بده. وای محمد یک، من بازم 8 میدم. بستنی بعدی که محمد برمون آورده بستنی آدامسی کاله. نمیدونم خوردیم یا نه. خوردی بستنی آدامسیو؟ اصلا من ندیدم. نظرت در موردش چیه؟ شکلش خوشگله؟ شکلش خوشگله. این چه جوریه؟ چرا اینجوریه؟ انگار اسمارتیزه. حس میکنم یه چیزای توش هست که واسه بدن ضرر داره. اینو بردار بخور با دستات. بچه ها فعلا قاشق نداریم تا اطلاع ثانوی. یه خور سنتی داریم میخوریم. شرمنده دیگه. 3 من میدم 3. چرا؟ چون تو فرنگی بود؟ نه خوشمزه نیست. خیلی خوشمزه است. من نمیدونم چرا این بستنیه ها. خوشمزه نیست؟ خیلی خوبه. ای چیه بابا به درد نمیخوره. خب این هم که محمد 2 میده بهش، ولی من 6 میدم. خوب بود، بد نبود، ولی بازم اونجور که باید باشه. میدونی مثل آدم نمیتونی بادش کنی. گولمون میزن اصلا. شرکت کاله گولمون میزنه. ما چقدر مظلومیم. نکنید این کار رو با ما اینو خریدیم که بتونیم بادش کنیم بستنی و مثل آدامس. اگر من یه بسته آدامس هم میخواستم کنارش بخرم، ولی چون این نوشته بودید باد میشه، این مثل آدامس باد میشه، من دیگه نخریدم. خیلی مردم آزاری. اینم ببر. از همین الان 3. اینو نخورده محمد 0 میده. محمد راستی از دکور جدیدمون راضی هستی یا نه؟ توی دوربین نگاه کن، از دکور جدیدمون راضی هستی یا نه؟ یا دکور قبلی بهتر بود؟ نظرت چیه؟ مال الانی بهتره. الانی بهتره، درسته؟ آره. میشه 0 ندی؟ اینو من خیلی دوست دارم. میشه 0 ندی؟ اینو تکه کوچیک‌ترش کن، اصلا خوشمزه نیست. اینو بخور. میشه به این 0 ندی؟ من اینو خیلی دوست دارم. باشه حالا به این 5 میدم. به این 5 داد. من خودم یکی بخورم. اصلا خوشمزه نیست. حالا به خاطر تو دارم 5 میدم. اگر من خودم میخواستم 0 بدم. 0. خیلی خوشمزه است. نمیدونم چرا پسند نمیکنم. من توت فرنگی رو خیلی دوست دارم. توت فرنگی رو دوست نداری؟ نه. اینو 9 میدم باز، ولی محمد 5 میده. بستنی بعدی که محمد درمون آورده بستنی کیمه که هممون خوردیم دیگه. همون بستنی کیم خودمونه، ولی غریبیش نیست. من بیشتر اینو خوردم. اینو خوردی همیشه؟ آره. خوشمزه است؟ آره بعضی موقع قیفی میخورم، یعنی بیشتر اینو میخورم. خب به نظرت این چند نمرش؟ این 15. 15 از 10 بالاتره؟ خیلی خوشمزه است. خوبی واقعا میگن همه چی قدیمیش خوبه، راست میگن ها. درسته محمد؟ آره. اینو تو رو خدا به من 15 بده، چون این خیلی خوشمزه است. 15 که نمیشه، 1 تا 10. خدا بده. اینو بردار. از حق نگذریم، واقعا ارزون ترین بستنی از همه بستنی ها خوشمزه تره. واقعا هر کون گرون تره بعد مزه تره. قبول داری؟ آره. کیمو چند میدی؟ 10 میدی؟ کیم رو؟ منم 10 میدم. بستنی بعدی گز بستنیه. یه چیز خیلی جالب اینجاش نوشته آیس کریم. آیس کریم. ببینید اینجا رو. خاطر این قدیمیه. آیس کریم. آیس کریم. آیس کریم. آیس کریم التقلیدی بالگاز.
یعنی چی؟ نمیدونم این عربیشو من نمیدونم. ولی بریم ببینیم که التقلیدی گلگل. التقلیدی فی الگاز. خب محمد بازم به روش سنتی، این دفعه روش سنتی رو نمیشه چون این واقعا متلاشی شد ازم. این دفعه مجبوریم به روش صنعتی عمل کنیم. من خیلی دوست دارم با روش سنتی غذا رو بخورم ولی خواهد بردار. خوبه یا نه؟ الکی نگو. ببین داری الکی میگی. خیلی خوشمزه. میدونی یه مزه واقعا سنتی طوری داره، خیلی خوبه. با روکش اساس چیه؟ اساس. یه روکش خیلی خوبی داره، اصلا روکشش فکر کنم از خودش خوشمزه تره. و آخرین بستنی هم بستنی قهوه است. بستنی قهوه است، بستنی ترامیسو. حس میکنم این بستنی با شربت استرونوفون درست شده. چرا آخه؟ این به نظر من خیلی خوشمزه. بوی کاکائو شدید. چقدر بو کاکائو میده. بوی کاکائو شدید میده. محمد بگیر تست کن. تلخ ولی یه مزه خیلی خاصی داره. هم خوشمزه است هم بدمزه است. چند میدی از 1 تا به این؟ 4. 4 میدی؟ من 6 میدم. از طعم تلخش هم خوشم اومد. طعم تلخش که خوشمزه. تلخ دوست نداری ها؟ داورا اونجا دارن نظرشون رو مینویسن در خفا. چی میگن؟ در پشت درهای بسته. مرگ و زندگی توی این پاکت بچه ها. ببینیم که داورا 2 تا داور داریم، یه داور شد 2 تا. و ببینیم که پشت درهای بسته داورا به چه تصمیمی رسیدن و کدوم خوشمزه تره. و ببینیم کی برنده میشه. من یا محمد. خب به نظرت کدومه محمد؟ کدومه؟ خب ببین کدوم به نظر داورا تصمیم گرفتن که بهتره؟ داور 1 کدوم گفته؟ داور یک پسته رو گز بستنی رو؟ آره آخر کار آورده. خب داور 2 کاکائوی. چی؟ کاکائوی درازه. کاکائوی کدومش؟ کاکائوی درازه. پوستش بستنی بنفش بود. بستنی کیمو میگه. خب آره داور ببینیم که در پشت درهای بسته یک کاغذ نشسته و ببینیم که توی این کاغذ نوشته. ببینیم. خب داور 1 نوشته بستنی. از بستنی داور 2 گفته بستنی قهوه تیرامیسو. درست بود. آره وای محمد یکیشو درست گفته ولی من هر 2 تاشو غلط گفتم متاسفانه. و محمد برنده میشه که هر بستنی رو میخواد، البته با رعایت نکات ایمنی چون شبه و حوادث خطرناک امکان داره بیفته، باید بخوره. و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. محمد خداحافظی کن. خداحافظ. خداحافظ.